الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. برادر موحد سوال نمودند که اگر انسان پیش از نماز فرض سنتی پیش از نماز فرض را خوانده نتواند، یعنی وقتی که به جماعت رسید که جماعت نماز فرض میخوانند، راست نماز فرض مثلا نماز فجر یا که پیشین را شروع کرد و بعد از ادای فرض آیا میتواند که سنتی پیش از نماز فرض را باز ادا نماید؟ مثلا نماز پیشین فرضش را به جماعت خواند و بعد از فرض را ادا نمودن آیا سنتی پیش از نمازی که نخوانده بود خوانده میتواند؟ ضرور است یا نیست؟ بارک الله فیکم. البته در این مسئله مذاهب چهارگانه اختلاف نمودند. مذهب شافعی و احمد ابن حنبل در مشهور میگویند که هر کسی که سنتی پیش از فرض را نخواند و فرض را خواند، بعد از ادا نمودن نماز فرض حتما باید سنتی پیش از نماز فرض را خواند و این سنت است. خواندن سنتی که پیش از نماز فرض بود و نخواندید بعد از فرض سنت است و حکمش مستحب است. یعنی اگر کنید ثواب میگیرید، نخونید گناهگار نمیشوید، لیکن البته سنت است که باید خونید، بهتر است. پابند بودن به سنت بهترین عمل است. و اما مذهب مالکی و حنفی میگویند که هر کسی که نماز فرض را خواند و سنتی پیش از فرض را نخواند، بعد از خواندن نماز فرض حق ندارد که سنتی پیش از فرض نخوانده‌اش را خواند، ادا نماید. و البته ما اولا دلیل کسانی که میگویند که سنت اگر پیش از فرض خوانده نشود بعد از فرض باید خوانده شود، دلیلشون رو ذکر میکنیم و میبینیم که دلیلشون از امام بخاری هست. در صحیح بخاری حدیث آمده است از ام سلمه رضی الله عنها. ام سلمه رضی الله عنها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را میبینند که بعد از نماز عصر 2 رکعت نماز نفل خوانده شدند، 2 رکعت نماز خوانده شدند. ام سلمه بعد از ادا نمودن نماز یا که از این سوال میپرسند، یعنی از این نماز میپرسند که این چگونه نماز است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه نماز را میخوانند سلام میدهند، از ام سلمه به ام سلمه میگند ای دختری ابی امیه، تو از این 2 رکعتی که بعد از نماز عصر میخواندم سوال نمودی، بدون که به نزد من مردمی از قوم عبدالقیس آمدند و مرا مشغول ساختند از 2 رکعت نمازی که بعد از ظهر بود. یعنی وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز ظهر را خواندند، یک قوم به نزدشان از قوم عبدالقیس آمدند، مردم زیاده، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را مشغول ساختند، سوال دادند و غیر ذلك تا نماز عصر مشغول شدند. یعنی 2 رکعت سنتی بعد نماز ظهر را خوانده نتوانستند. وقتی عصر داخل شد نماز عصر را خواندند و بعد از عصر 2 رکعت سنتی بعد نماز پیشین را خواندند. گفتند که ای دختری ابن ابی امیه، به سبب این که مرا بعد از نماز ظهر مشغول کردند 2 رکعت سنت را خوانده نتوانستم، سنت نماز ظهر را بعد از نماز فرض را، من حالا بعد از نماز عصر همین را میخوانم. فهم هاتن، انا من 2 رکعتی که حاضر بعد از عصر میخوانم این 2 رکعتی بعد از نماز ظهر است. و البته این روایت متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت میکنند و این حدیث صحیح است. یعنی وقتی که بخاری مسلم گفتیم با که دیگر احتیاج به صحیح گفتن یا نگفتن ندارد. امام نووی رحمه الله در شرح صحیح مسلم در زیر این حدیث میگن که صحیح در نزد ما این است که قضا کردن نافله راتبه که نخونده اید قضا دوم باز خوندنش این مستحب است. یعنی کسی که پیش از فرض فجر سنت را نخونده است یا که پیش از فرض سنت را نخونده است یا که سنتی راتبه بعد از نماز ظهر را نخونده است، این را حتی بعد از دیگر نماز خوندنش هم البته مستحب است. اگر پیش از فرض سنتی پیش از فرضی را نخونده باشد بعد از فرضی خوندنش هم مستحب است و همین قولی راجح است و همین مذهب محمد ابن الحسن شیبانی مزنی و یک روایت در احمد ابن حنبل و این قولی بسیار از اهل محدثین و اهل محققین است. و اما مذهب ابی حنیفه، مالک، ابو یوسف در روایت اشهر اینها میگن که قضا خوندنش یا که خوندن سنتی که پیش از فرض نخوانده شده است یا که خوندن سنتی که بعد از نماز ترک شده است و دیگر نماز در آمد، یعنی شرط نیست.
اما شاگرد ابو حنیفه محمد بن حسن شیبانی میگن که البته با مذهب شافعی یا که احمد بن حنبل موافقت میکنن باید که خوند میگن. پس این قول راجح است، زیرا که ما در حقیقت در این مسئله حدیث داریم. وقتی که حدیث آمد قول ابو حنیفه قول مالی گفتن دیگر به ما شرط نیست، زیرا که تمام سخن ها گرفته می شود و رد کرده می شود غیر از سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. وقتی که قرآن و سنت آمد، وقتی که نص آمد، دیگر سخن یگان نفر قبول نیست، کسی نباشد. وقتی که نص آمد، صریح و واضح آمد. و شیخ الاسلام ابن تیمیه هم همین سخن را قبول کردند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم همین سخن را قبول کردند. و حتی دلیل دیگر داریم که بعضی از علما میگن یک وقت، البته این روایت صحیح است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از نماز بامداد یک بار خوابشان برد و ماند. اول نماز فرض را خواندند و بعد از این وقتی که از خواب خیستند، نماز یعنی آفتاب برآمده بود، اول نماز فرض را خواندند و بعد از این نماز سنت را خواندند. البته سنت نماز بامداد نسبت دیگر سنت ها قوی است، اما دیگر سنت های نماز هم، مثلا نماز ظهر سنتی پیش است اگر ترک شود بعدش خوانده میشد، سنتی بعدش اگر ترک شود بعد از عصر خوانده میشد. خیلی حدیث بخاری و مسلم رو از حدیث ام سلمه ذکر کردیم. یا که سنتی مغرب ترک شود، مشغول شود انسان، بعد از خفتن خواندنش جایز است. نه فقط جایز است، البته این سنت است و حکمش مستحب است. بارک الله فیکم. و همین قول راجح است.